بازیگرای مرد ترکیه ماشاءالله یکی از یکی خوش استایل ترن. حالا اگه شما هم مثل خود من مشتاقین که بدونین 15 تا از خوشتیب تریناشون کدوما هستن، از پای این ویدیو تکون نخورین. با زدن دکمه عضویت لنز عضو بهترین کانال سریال های ترکی فارسی زبان بشید. شماره 1. کیوانچ تاتلیتوغ. کیوانچ که سال 2002 عنوان بهترین مدل جهان رو به دست آورده، با تیپ خفنش در نقش مهند توی سریال عشق ممنوع بود که خیلی‌ها رو مجذوب خودش کرد. اما بعد از اون با بازی کردن نقشای متنوع با استایلای مختلف به همه ثابت کرد که همه تیپی به این پسر جذاب میاد. فرقی نمی‌کنه رسمی باشه یا اسپورت و جین و راحتی. کیوانچ تو زندگی عادیش عاشق موتورسیکلت و کت چرمیه و فکر نکنم ترکیب این دوتا با هم به هیچ کسی به اندازه کیوانچ بیاد. به خاطر همین چیزاست که به اون برد پیت خاورمیانه میگن. کیوانچ با قد 187 و وزن 75 شاخص ایدئالی داره برای یه استایل جذاب. رنگ چشم آبی، موهای بور و چهره درهم کشیده کیوانچ همه چیز رو براش مهیا کرده تا کیوانچ در سطر خوش‌تیپ‌ترین ها قرار بگیره. شماره 2. بوراک اوزچیویت. فکر نکنم کسی فکرشو میکرد که یه سیبیل بتونه معجزه کنه، اما برای بوراک این معجزه اتفاق افتاد و حالا سیبیلای اون بین جوانای ترکیه به یه مد تبدیل شده. جالبه بدونین که نشریه مووی تایمز ترکیه بهش لقب هیو جکمن ترکا رو داده و همچنین یه بارم نشریه بلیک اونو به عنوان مرد جذاب ریشوی سال انتخاب کرده. بوراک خودش معتقده خوشگل‌ترین سیبیل جهانو داره. بوراک عاشق رنگ آبیه و این رنگ بهش آرامش میده و خوشحالش میکنه، اما نه به عنوان رنگ لباساش. بوراک خیلی علاقه داره که تیشرت یا پیراهن ساده با رنگ سفید یا روشن رو با کتای تیره ست کنه و بپوشه. علاوه بر اینا بوراک سال 2005 بهترین مدل ترکیه شد و بعد از اون مقام دوم جهان رو به دست آورد. حالا به نظرتون اون واقعا یه سیبیلوی خوشتیپ نیست؟ شماره 3. جان یامان. واقعا فکر نکنم ترکیب موی بلند، ریش، بود، تیشرت، شلوار جین و انواع و اقسام گردنبند و دستبند و انگشتر و اکسسوری های خاص به کسی بیشتر از جان یامان با اون هیکل ورزشکاریش بیاد. جان یه قابلیتی داره که با قد 180 و وزن 70 به راحتی با پوشیدن کت و شلوار به یک جنتلمن واقعی تبدیل میشه و با پوشیدن لباس اسپورت و اکسسوری به یه پسر شیطون و جذاب و پر جنب و جوش. جالبه بدونین با اینکه طرفدارای جان عاشق چاله‌گونه های اونن، اما خودش موهاشو خیلی دوست داره. اینم بگم که فقط عاشقای مد و استایل هستن که میدونن جان چقدر توی لباس پوشیدن بروزه. اگه دنبال تیپ کژوال هستین، جان بهترین نمونه برای این سبک لباس پوشیدنه. ژاکت ها، هودی ها، کلاه ها، عینک های آفتابی و اسپورت های جان به قدری تنوع رنگ و طرح داره که از بقیه بازیگرا به راحتی اونو متمایز کرده. شماره 4. کرم بورسین. کرم این مدل و بازیگر جذاب و خوش استایل از نظر خیلیا یکی از خوش‌تیپ‌ترین بازیگرای ترکیه است. حتی طرفداراش یه سبک جدید لباس به اسم استایل بورسین درست کردن. با اینکه طرفدارای کرم اونو به مارلون براندو تشبیه میکنن، اما خودش دیوونه یه سبک لباس پوشیدن پال نیومن یه استایل ساده و شیکه. کرم معتقده سبک بورسین یه استایل کلاسیک و کاملا بی درد سره. یه شلوار جین آبی، یه تیشرت و یه پیراهن روی تیشرت. اون راحتی لباس از مد براش خیلی مهمتره و به گفته خودش عمر تیشرتاش 8 تا 10 ساله. کرم عاشق خرید کردن با مادرشه و اون کاملا سلیقه پسرش رو میشناسه. نگم براتون دیگه از ترکیب شگفت‌انگیز کرم بورسین و استایل جین. الکی که کرم مدل برند ماوی نشده.
کرم بورسین یه بدن واقعا ورزیده داره که اونو از هر نظر خوشتیپ میکنه. اون مثل معتادای ورزش هر روز در حال ورزشه تا رو فرم بمونه. حالا وقتشه بگین که شما هم سبک بورسین رو میپسندین؟ شماره 5. باریش آردوچ. باریش یه بازیگر با استعداد و خوشچهره است که با لبخندای جذابش همه رو شیفته خودش کرده. به گفته خودش اون توی دوران بلوغ اصلاً خوشتیپ نبوده و الان قیافش بهتر شده. باریش که از بچگی آرزو داشته ورزشکار بشه، حتی بورسیه ورود به آکادمی ورزش رو هم گرفت، اما اونو رها کرد و دنبال هنر رفت. جالبه بدونین که سال 2017 در یه نظرسنجی جهانی توسط پورتال معروف تیسی کلندر باریش به عنوان 15مین چهره از 100 چهره جذاب و خوشتیپ جهان انتخاب شده. جای تعجب نیست وقتی اینقدر کت و شلوار به باریش میاد اون رو توی لیست خوشتیپ ترینا ببینیم. باریش توی مراسم عقدش یه تیپ بوهایی زد که همه رو تو کف خوشپوش بودن و تاب و شکنیش گذاشت. همین الان روی عضویت کانال یوتیوبی لنز بزنید و این ویدیو رو تا آخرش ببینید. شماره 6. آکین آکینوزو. استایلیستا چونه چند ضلعی، استخونی بودن صورت، چهره عبوس در هم کشیده و رنگ چشمای آکین رو فاکتورهای مهم جذابیت و کاریزماتیک بودن آکین میدونن. به نظر من اصلا مهم نیست که آکین قبلا 120 کیلو بوده. مهم اینه که الان به یکی از خوشتیپ‌ترین و جذاب‌ترین بازیگرای مرد ترکیه تبدیل شده و کلی طرفدار و خاطرخواه داره. جالبه که سبک ریش و سبیل و موهای روی پیشونی آکین در نقش میران در سریال هرجایی خیلی زود به یه مد جدید تبدیل شد و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. آکین علاوه بر اینا تونسته جایزه جذاب‌ترین بازیگر مرد خارجی رو در تلویزیون اسپانیا هم برنده بشه. شماره 7. چاغاتای اولسوی. چاغاتای یه پسر آروم و متواضع که با وجود این چهره جذاب و قد بلند و هیکل باحال هیچ وقت خودش رو یه آدم فوق‌العاده ندونسته، اما چاغاتای به قدر خوشتیپه که میگن حتی خانمای متأهلم میتونه عاشق خودش کنه. جالبه بدونید که اون عاشق خالکوبیه اما هیچ وقت جرأت انجامش رو نداشته و حتی اگه برای نقش نیاز به خالکوبی داشته باشه از برچسب استفاده میکنه. چاغاتای سال 2010 بهترین مدل ترکیه شده. به علاوه در ال استایل اووردز الیدور 2014 عنوان خوشتیپ‌ترین و شیک‌ترین مرد رو کسب کرد. اینم بدونین که چاغاتای عاشق موهاشه. شماره 8. آلپ ناوروز. آلپ بی برو برگرد یکی از خوشتیپ‌ترین بازیگرای ترکیه است. اون فیزیک عالیش، استایل باحالش و چهره فوق‌العاده جذابش باعث شده آژانس‌های مدلینگ با پیشنهاداشون یه لحظه هم دست از سر این پسر بر ندارن. چهره جذاب آلپ رو روی خیلی از بیلبوردهای تبلیغاتی میشدید چون اون با برندهای معروفی تو زمینه پوشاک همکاری میکنه. آلپ یه جورایی همیشه کیف ورزشی به دسته و تا وقت خالی پیدا میکنه خودشو به باشگاه میرسونه. کی میدونه شاید همین یکی از رازای خوشتیپی اونه. شماره 9. ابراهیم چلیکال. ابراهیم در گذشته همیشه آرزوی تبدیل شدن به یه مدل حرفه‌ای رو داشت و علاوه بر اون عاشق بسکتبال بود که با موفقیتش تو زمینه مدلینگ و به عضویت در اومدنش در تیم ملی بسکتبال جوانان به هر دوی آرزوش رسید. خیلی ها معتقدن که ابراهیم به شدت جذاب و کاریزماتیکه و همین خصوصیات ظاهری و فیزیکی خاص اونو از یه مدل و بسکتبالیست حرفه‌ای تبدیل به یه بازیگر پرطرفدار و خوشتیپ کرده. شماره 10. اونور تونا.
اونور تونا با قد 195 سانتی و هیکل ورزشیش بدون شک یکی از قد بلندترین و خوش‌تیپ‌ترین بازیگرای ترکیه است و علاوه بر اون ترکیب چشمای آبی گیراش با مو و ریش و سبیل مشکیش اونو به یکی از جذاب‌ترین بازیگرای مرد ترکیه تبدیل کرده. اونور یکی از اون شخصیتاییه که طرفداراش ترجیح میدن اون همیشه ریش داشته باشه، چون اونور واقعا با ریش جذابش خیلی بیشتر میشه. شماره 11 شکرو اوزیلدیز. نوبتی هم که باشه نوبت شکرو خوشتیپه. اون واقعا یکی از خوشچهره ترین و خوش استایل ترین بازیگرا و مدلای ترکیه است. صرف نظر از بازی خوبش، این چهره زیبا و استایل بی‌نقص اونه که همیشه همه توجه ها رو به خودش جلب میکنه و این باعث شده که اون همیشه همه سعی خودش رو بکنه تا نشون بده دلیل موفقیتش زیباییش نه، بلکه استعداد بازیگریشه. به نظرتون اصلا میشه از دیدن این پسر خوشتیپ سیر شد؟ شماره 12 فورکان آندیچ. اصلا مگه میشه بحث خوشتیپا وسط باشه و اسمی از فورکان برده نشه؟ اون یه بازیگر و مدل خوش استایله و علاوه بر اونا یه ورزشکار حرفه‌ایه و با برندهای معروف زیادی هم همکاری میکنه. جالبه بدونین که از نظر طرفدارای فورکان چشم‌ها و لب‌های اون واقعا زیبا هستن. فورکان معتقده که توی بازیگری چهره و فیزیک زیبا بی تأثیر نیست، اما این استعداده که باعث موندگاری میشه. فورکان لباسای اسپورت رو ترجیح میده و عاشق تیشرت ساده و پیراهن جینه. اون به رنگ سفید و خاکستری برای تیشرت و رنگ‌های آبی، فیروزه‌ای، آبی تیره و سفید برای پیراهن علاقه داره. خلاصه که خیلی زود فورکان با استایل خاصش تونسته دل خیلی‌ها رو ببره. شماره 13 چالار ارتوغرل. بزنم به تخته، چالارم یکی دیگه از اون بازیگرای مرد ترکیه است که به خاطر چهره خوبش همیشه کلی مورد توجه بوده. حتی طرفدارانش اونو شبیه به جک جیلنهال میدونن. جالبه بدونی که چالار به شدت به چشم خوردن اعتقاد داره. چالار در مورد سبک لباس پوشیدن خودش میگه که عاشق تیشرت و شلوارک و صندلم، آخه من بچه ازمیرم. اون لباسای اسپورت و غیر رسمی رو ترجیح میده و از پوشیدن جوراب و شلوار توی تابستون بهش احساس خفگی دست میده، اما با همه این حرفا پیگیر مد و فشن هم هست. شماره 14 بوراک دنیز. بوراک یه بازیگر و مدل حرفه‌ایه که بعد از بازی کردن توی سریال عشق حرف حالیش نمیشه کلی طرفدار پیدا کرد و به اوج شهرت خودش رسید. اما جالبه بدونین که اون وقتی فقط 17 سالش بود وارد دنیای بازیگری شد. بوراک همیشه با سبک لباس پوشیدن منحصر به فرد خودش توجه ها رو به خودش جلب میکنه. حتی پاریس هیلتون هم در مقابل جذابه این مرد کم آورده و وقتی عکس اونو توی این اینستاگرام دیده برای دوست ترکش فرستاده و پرسیده اون خیلی عصبانی به نظر میاد اما واقعا جذابه، اون شخص معروفیه؟ به نظر شما چطور؟ اون واقعا عصبانی و جذاب به نظر میاد؟ شماره 15 انگین آکیورک. انگین که دوران حرفه‌ای بازیگریش پر از موفقیت بود و جوایز بیشماری برای نقش‌های مختلفش به دست آورده بود، از نظر ظاهر و استایل هم همیشه توجه زیادی رو به خودش جلب کرده. جالبه بدونین که اون در یه نظرسنجی جهانی توسط یه سایت مد و فشن حتی جانی دپ هم پشت سر گذاشت و به عنوان دومین مرد خوشتیپ سال 2018 انتخاب شد. طرفدارای انگین معتقدن که اون نگاه گیرا و چشمای خاصی داره. خب کدوم یکی از این بازیگرا رو از همه بیشتر دوست دارین؟ به نظرتون جای کدوم بازیگر توی این لیست خالیه؟ کانال لنز رو دنبال کنید و مثل همیشه ما رو با لایک و کامنت های زیباتون حمایت کنید.